قدرت تغییر دادن اون لاین رو به صورت آزادانه نه. تو اف ال وقتی بزنی روی این لاین ها هر کاری بخوای میتونی اصلا نقاشی بکنی روش. آها میتونی آها. بگی اینجا قط باشه، اینجا بالای اوکی بالا بیا الان بهت باشه. میگم همشون. آره. بیا حالا هر چی رندوم فعلا برای یه چیز مهم. درست بکن. مثلا فکر کن برای درایوتش. خب یکی مهم. اینکه ببین کلا وقتی تو حالت اتوماسیونی این دکمه اتوماسیون موده، خب با A میاد و میره. اینی که در نظر مهم. داشته باش. یه چیزی بهت بگم، وقتی داری سلکت میکنی دقت کن، یه دونه نوار بالا اینجا کوچیک داره، یه دونه هم این قسمت پایین. کنم من دارم سلکت میکنم فقط دارم قسمت اتوماسیون رو سلکت میکنم، این نوار بالا هایلایت نشده. ولی اگه موس رو بگیرم بکشم بالا ببین دارم خود کلیپ هم باش میگیرم. اینجا میتونم پاک بکنم کلیپ و اینا رو. ولی وقتی پایین سلکت دیلیت رو بزنم هیچ اتفاقی نمیفته. این مهم. قسمت مخصوص اتوماسیونه. خب حالا اگه میخوای خود درا بکنی مثل افل و اینا، اول باید گرید تو آف بکنی. گرید و مهم. کنترل 4 رو بزن، گرید آف میشه. بعد پن رو بیار با بی، این پن یا مهم. همون بی نکن، میتونی هر چی بخوای بکش نقاشی بکشه. خب این میشه همون قضیه اتوماسیون، فقط باید گریدت آف باشه. نکتهش اینه. خب گرید گفتی چجوری آف میشه؟ این حواست به اینجا باشه. خب کمند 4 یا کنترل کامند 4. چهار. اوکی.